سلام بچه ها، روی لیست هستم. خوش اومده به اولین ویدیو من. داخل این ویدیو من میخوام سمپ کلوخور و این بات رو برای شما معرفی کنم که برین دی ام زون اصلا حال کنیم و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب ما اینجا دو تا فایل براتون قرار دادیم که شما داخل تلگرام سرچ کنید روی لیست بدون هیچ خط اضافه داخل چنل برید و سرچ کنید هشتگ کلو آندرلاین سمپ و فایل کلو هم اون زیرش هست. خب این APK رو شما نصبش باید کنید و فایل کلو هم که یه بار نه دوبار زدم شما یه بار که روش میزنید استخراج به مکان فعلی رو میزنید. بعد این کلو رو کپی میکنید به حافظه داخلی و همینجا کپی میکنید. من از قبل کپی کردم و اینجا شما که مشاهده میکنید. خب همینجا که کپی کردین دیگه شما اونو APK رو که نصب کردین اینجا یه فایل درست میشه. یه فایل برای APK درست میشه و شما باید سمپ اصلی رو نصب کنید و اسم این رو کپی کنید رو اسم سمپ اصلی بذارید که براتون بازی اجرا بشه. خب الان من این کارا رو انجام دادم. خب الان میزنیم رو تغییر نام. این اسم رو کپی میکنیم. این اسم رو که کپی کردیم دیگه فایل رو پاک میکنیم. بعد رو فایل سمپ اصلی پیستش میکنیم. اینم پاک میکنیم رو فایل اصلی پیستش میکنیم. حالا من این کارا رو از قبل انجام دادم. خب وقتی این کارا رو انجام دادیم وارد بازی میشید. خب داخل تنظیمات سمپ شما باید همینجوری که من کردم درست کنید. همه‌شون سمت چپ بذارین. حالا وایستای میخواستین سمت چپ بذارین. همینجوری که من درست کردم شما بذارید. خب بریم الان داخل بازی. خب ما اومدیم دی ام زون این بات رو تست کنیم. تگ پی سی هم دارید شما داخل دی ام زون که بریم میتونید با دی ام زون پی سی پلیر را بازی کنیم. الان وارد دی ام زون میشیم و میتونید از پشت دیوار هم حتی تیر بزنید. خیلی باحاله، نگاه کنید. خب خیلی بات خفنیه. شما میتونید از پشت این خونه هم تیر بزنید. حالا این طرف اومد جلو نشد. میتونید داخل با فایل اون کلو هر مودی که دلتون بخواد بزنید. من خودم مودا رو براتون با آموزش داخل همین چنل قرار میدم. خب از دی ام زون هم خارج میشیم و میتونید داخل ماشین هم تیر بزنید. خب اینم از این ویدیو. اگر این ویدیو خوشتون اومد ویدیو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید.